از نوشتن نخستین داستان در افغانستان که در دوره یمانی با عنوان جهاد اکبر در مجله معارف نشر شد بیش از 90 سال می‌گذرد. داستان نویسی در این نودهه مسیر پرپیچ و خمی را طی کرده و فراز و فرودهای را تجربه کرده است. دهه‌های 40 و 60 هجری از شگوفایی داستان نویسی و تولید اثرهای داستانی ارزشمند حکایت دارد و دهه‌های چون دهه 70 دوران کساد و افت این روند دانسته می شود. پس از روی کار آمدن حکومت پسا طالبانی، امیدواری‌ها و انگیزه برای نوشتن و رشد و بالندگی ادبیات داستانی باری دیگر جوانه زد. شماری از نویسندگان میگویند که هرچند داستان نویسی در 13 سال گذشته در افغانستان نتوانسته به شکل شایسته یا ارزی اندام کند، اما در مقایسه با گذشته متفاوت و امیدوار کننده بوده است. نسل نو، نسلی که در واقع اعتقاد ما به این است، ما اون نسل گم شده میگم، نسلی که هنوز خود نیافته، اینا کارهای داستانی زیاده انجام دادن، تا هنوز هم انجام میتن که اینا امیدوار کننده است. و ما در جای دیگه هم گفتیم که اگر این نسل دوام بیاره، به یقین که ما تا 10 تا 20 سال دیگه رمان‌های یا مجموعه داستان‌های خواهیم داشت که بتانیم با او ببالیم. جنگ‌های داخلی و پیامدهای ناگواریان پیکر این عرصه را نیز داغدار کرده است. جنگ‌های داخلی یا همون چپ و راست شدن‌های متداوم و او کجدار مریض در عرصه تمام هنرها، عرصه ادبیات را هم به شدت تحت تاثیر قرار داده و ما تا مدت ها نتونستیم که هنر داستان نویسی را در گام اول شغلی یک نویسنده قرار بدیم. با باور آنها وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان نهادی که در این زمینه پاسخگو است، کمترین توجهی به نویسنده ها نداشته است. اطلاعات فرهنگ به عنوان یک ساختمانی بدون فرهنگ داره به زیست خودش ادامه میده و حداقل من در همین 5 سالی که در افغانستان بودم به هیچ دلیل یک دفعه با اطلاعات فرهنگ خواسته نشدم و یا حداقل اعضای گروه فرهنگین و این ساختمان با من هیچ نشستی را نداشتن در هیچ جا، و در حالی که من در تمام این سالها برای پیشبرد کارم به شدت برشان نیازمند بودم. ما چیزی را به نام بازسازی داریم. خب این بازسازی مربوط به مسائل فرهنگی هم میشه. در این قسمت دولت کاملا غایب است و ما حتی ادعا میتونیم که جز قانون رسانه‌های همگانی دیگر دولتی وجود نداره. به ویژه وزارت به نام وزارت اطلاعات و فرهنگ اصلا منفعل بوده. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که همواره از نویسنده ها پشتیبانی کرده است. زیاد موافق نیستم. به خاطر چی؟ به خاطر که وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه نداره که داستان نویسی را به اصطلاح کار عملی برش بکنه، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان یک وزارت پالیسی ساز در زمینه رشد خبرنگاری، خبررسانی، اطلاع‌دهی، ایجاد قوانین و اینا کارهایی کرده که زمینه ساز شود برای رشد همین عرصه مورد علاقه شما. بگونی مثال وزارت اطلاعات فرهنگ یک صندوق حمایت از شاعران و نویسندگان به وجود آورده. با باور این نویسنده ها داشتن انگیزه و فراهم بودن زمینه برای نوشتن که تامین آن وظیفه دولت است، می تواند ادبیات داستانی افغانستان را با افقهای تازه‌ای آشنا کند. اگر انگیزه باشه به علاوه شرایط، ما میتونیم که خلاقیت‌های هنری خود چند درصد ببریم بالا و بالاخره در یک دهه از همین دهه‌های پیش رو دارای شاهکار ادبی خودمان باشیم. آقای فرادیس از دولت می‌خواهد که وزارت اطلاعات و فرهنگ را با آدم‌های فرهنگی بسپارد. در غیر این صورت استعدادهای قلمزن کشور همچنان هدر خواهند رفت. وزارت اطلاعات و فرهنگ واقعا برای یک فرهنگی سپرده شده. این فرهنگی به معنای واقعی کلمه، نه اینکه کسی که ادعا داره فرهنگی. قصه‌گویی و داستان پردازی از نخستین کارهای انسان‌های اولیه گفته شده است که نسل‌های پس از آن میراثدار آن بوده است. پس از پیدایش نوشتار و اختراع ماشین چاپ، صنعت داستان نویسی به شکل گسترده رواج یافت. افغانستان نخستین تجربهش را در این زمینه نزدیک به 100 سال پیش انجام داد.